قبل از اینکه این ویدیو رو ببندی بذار یه سوال ساده بپرسم. اگه زمین واقعا امن نیست چرا هیچ وقت اینو بهمون نگفتن؟ ما از بچگی یاد گرفتیم زمین خونه ماست، سیاره آبی مهربون، جایی که طبیعت با ما سازگاره. اما علم یه داستان کاملا متفاوت تعریف میکنه. زمین نه مهربونه، نه قابل پیشبینیه و نه حتی به زنده موندن ما هم اهمیت میده. و این فقط نظر نیست، سابقه است. بذار از جای شروع کنیم که معمولا هضم میشه. ما روی زمین محکم زندگی نمی کنیم. الان همین لحظه که داری این ویدیو رو میبینی، سطحی که روش ایستادی داره حرکت میکنه. نه استرس، نه اغراق. پوسته زمین فقط یه لایه نازکه. زیرش دریای از سنگ‌های داغ و نیمه مذاب. صفحات تکتونیکی روی این لایه شناورن. آروم، بی صدا. تا وقتی که تصمیم میگیرن انرژی صدها ساله رو تو چند ثانیه آزاد کنن، زلزله نه حادثه، نتیجه طبیعی سیاره‌ای که زنده و ناآرامه. حالا یه سوال، اگه زمین میتونه تو چند ثانیه شهرها رو پاک کنه، چرا ما هنوز فکر میکنیم کنترلی روش داریم؟ ما تقریبا هیچ چیزی از داخل زمین نمیدونیم. اینجا معمولا همه ساکت میشن. عمیق‌ترین جایی که انسان تونسته بهش برسه حدود 12 کیلومتره. شعاع زمین بیش از 6300 کیلومتره. یعنی ما حتی پوست این سیاره رو هم کامل نخراشیدیم. هسته، گوشته، فشارهای واقعی، همش مدل سازی و حدسه. ما روی چیزی زندگی میکنیم که داخلش رو هرگز ندیدیم ولی بهش اعتماد کامل داریم. این منطقیه؟ زمین بارها حیات رو نابود کرده. اگه فکر میکنی انقراض دایناسورها اتفاق خاصی بوده، خبر بد دارم. اون فقط یکی از حداقل 5 انقراض بزرگه. تو بعضی از این انقراضها تا 90% موجودات زنده محو شدن. نه جنگی بوده، نه بمب اتمی و نه دست انسان. فقط زمین در یکی از حالتهای طبیعی خودش. این یعنی چی؟ یعنی حیات روی زمین امتیازه، نه حق دائمی. زمین بارها چهرهش رو عوض کرده. ما زمین امروز رو نرمال فرض میکنیم. اشتباه. دوره‌هایی بوده که تقریباً کل سیاره یخ زده. دوره‌هایی که زمین شبیه یک گلوله یخی بوده و دوره‌هایی که دما آنقدر بالا رفته که اقیانوس به شکل اسید شده. زمین ثابت نیست. ما فقط توی بازه نسبتاً آروم به دنیا اومدیم و فکر کردیم این همیشه همینه. اما سابقه زمین نشون داده که به ثبات بدهکار نیست. سپری که ما رو زنده نگه داشته دائمی نیست. اگه میدان مغناطیسی زمین بود، احتمالا الان این ویدیو وجود نداشت و شما این ویدیو رو نمیتونستی ببینی. این میدان نامرئی بادهای خورشیدی رو منحرف میکنه و ما رو از تشعشعات مرگبار حفظ میکنه. اما این سپر بارها ضعیف شده، بارها قطب‌هاش جابجا شدن. در این دوره‌ها زمین آسیب پذیرتر بوده. حالا تصور کن چنین اتفاقی امروز بیفته. ما فقط با یه پدیده علمی طرف نیستیم. ما با قطع برق، سقوط ماهواره‌ها، از کار افتادن GPS و فروپاشی زیرساخت جهانی روبرو میشیم. این اغراق نیست، این وابستگیه. نفس کشیدن معامله با مرگه. یعنی چی؟ یعنی اکسیژن بدون شک برای زندگی ضروریه، اما همون اکسیژن باعث پیری، تخریب سلولی و آسیب به DNA انسان میشه. بدن ما دائما در حال ترمیم آسیبیه که از نفس کشیدن به وجود میاد. زندگی روی زمین یعنی زنده موندن در محیطی که همزمان بهت انرژی میده ولی تو رو فرسوده میکنه. طبیعت نه دشمنه نه دوست، بی تفاوته. زمین بدون ما هم ادامه میده. این شاید سخت‌ترین و احساسی ترین بخش باشه. در بیشتر عمر زمین هیچ انسانی وجود نداشته و اگه ما هم نباشیم، زمین نمیمیره، آروم نمیشه، متوقف هم نمیشه. فقط ادامه میده. گونه‌های جدید میاد، تعادل جدید شکل میگیره و رد ما به تدریج محو میشه. این سیاره به ما نیاز نداره. ماییم که به اون وابسته ایم. مشکل ما زمانه. ما زمان رو اشتباه میفهمیم. چند هزار سال تمدن انسانی در مقیاس زمین حتی یه چشم هم زدن هم نیست. زمین با میلیون‌ها سال تصمیم میگیره، ما با چند دهه، و همین اختلاف ما رو دچار توهم کنترل کرده. حقیقت آخر، زمین نه خوبه نه بده، نه قصد نابودی ما رو داره، نه قول محافظت از ما رو به ما داده. بی احساسه، بی طرفه و دقیقاً به همین دلیل خطرناکه. این تا اینجای ویدیو موندی یعنی زمین رو دیگه مثل قبل نمیبینی و این دقیقاً هدف ارت بیفور بود. به کانال ارت بیفور فارسی خوش اومدی. بدرود.